اولو تانره نادیله انصاف علی هدایت هستم و برنامه 107 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. بدون درنگ میرم سراغ یکی از کتاب هایی که در ماه‌های قبل دانلود کردیم تا ببینیم که چه کتابی برای امروز ما وجود داره. علم اخلاق، محمد البرکوی. این رو ببینیم علم اخلاق رو چی میگه. فکر میکنم یک بار این کتاب رو معرفی کردم، به نظر من این چنین میاد، ولی بذارید حالا یه نگاهی بندازیم ببینیم شاید یه کتاب دیگری باشه یا خب این ظاهر کتاب رو به طور خلاصه و سریع در چند دقیقه معرفی میکنم. این ظاهر کتاب چرمی هستش، چرم بسیار زیبایی بوده که به خاطر تاریخ طولانی که داره، احتمالاً تاریخش خیلی طولانیه، از جهات مختلف آسیب دیده. تمامی لبه ها و حاشیه کتاب به اضافه این پشت شیرازی کتاب کاملا آسیب دیده. این قسمت هم میبینیم که یک برجستگی بر روی چرم بوده که رنگش هم و اینا از بین تقریبا رفته. کتاب رو صفحه بعدش رو میبینیم. این کتاب احتمالاً سلیمانیه کتابخانه‌ای باشه، احتمال میدم. کتاب بعد آب رفتگی رو میبینیم، پوسیدگی در کاغذ رو، آب رفتگی در کاغذ رو حس میکنیم و اینجا با صفحه اول مواجهیم که در دوره عثمانی اغلب کتاب هایی که میشه گفت برای دولت یا به امر دولت می نوشته میشده یه چنین رسم هایی رو داره. در صفحه اول و بعد این حاشیه ها رنگ خطش بسیار برای من ساده به نظر میاد، سطرها فاصلش از هم خوبه، کلمه ها تقریبا در همین دو صفحه‌ای که دارم میبینم بسیار جالبه. کار بی‌نظیری که این جناب مرحوم خدا رحمتش بکنه، الله رحمتش بکنه، کار بی‌نظیری دوباره‌ای که کردن اینی که روی کلمات ترکی هم صداگذاری کرده و کلمات ترکی رو استانداردایزش کرده، یعنی صدای ا او ای او رو فکر کنم او و او را نگذاشته ولی بقیه رو صداها رو گذاشته. در نتیجه کسی که میخواد این کتاب رو بخونه حداقل به لهجه‌ای میخونه که این کتاب در اون سال نوشته شده بود. سلام علیکم و علیکم سلام به همه شما. عرضم به حضورتون که بعضی از کلمات رو هم میبینیم که با مداد قرمز یا قلم قرمز نوشته و از تشدید ویرگول هم استفاده کرده، باز با رنگ قرمز میبینیم که از این استفاده کرده. بر روی کلمات خاصی هم قلم قرمز کشیده که این رو برجسته بکنه. یه حاشیه هم اینجا هست. کتاب بسیار فکر میکنم برای من خوندن این کتاب یک مقدار راحت تر خواهد بود. روی کلمات احتمالاً عربی هم خط کشیده که نشون بده که اینها چیزه. به هر حال میبینیم کتاب آسیب دیده ولی قسمتی که خط نوشته شده هنوز اینها اون تازگی خودشو، ترتمیزی خودشو تا حدودی حفظ کرده. اینجا میبینیم که سمع رو داشته می نوشته، دوباره اینجا سمع رو خودش با قرمز نوشته، بعد با مداد با رنگ چیز مشکی روشو خط زده که یعنی اشتباه شده و بصر رو را نوشته. این کتاب ظاهراً 147 صفحه پی دی اف هست و در هر صفحه پی دی اف ما 2 صفحه از کتاب رو میبینیم. در نتیجه میشه این 293 صفحه 4 صفحه و
اینجا یه مقدار میبینیم که حاشیه که شیرازه کتاب آسیب دیده. در نتیجه کتاب وقتی باز میشه یک طرف کتاب میبینیم که به طرف داخل خم شده، همین اول. و اینجا میبینیم که فقط این چند تا نخی که اینجا دوختن کتاب رو تونسته این کتاب رو نگه داره. به نظر میاد کتاب بسیار جالبی باشه. من به سرعت این رو ورق میزنم که ببینیم فرقی اگر جایی بود متوجه بشیم. اینجا یه مقدار سفیدی هست، نمیدونم علتش چی هست، ولی اینجاها دیگه حاشیه کتاب بهتره. ببخشید، این شیرازه کتاب که دوخته شده خیلی بهتر هست. عذاب قبر و قیامت و علامت و از این حرفا و دابت الارض و دخی علامت، موضوعات جالبی رو داره میگه. بیشتر اینها به نظر جنت و جهنم، دین و ملت، اما شریعت، اینها کلمات جالبی هستش که میشه از نظر این نویسنده اینها رو بیان مذهب چی هست. ما قبلا در فرق میان ملت و دین رو امت و ملت رو در یک کتاب دیگه به ما بیان کرد و ما متوجه شدیم. ملت، امت کسایی هستن که پیرو یک رسول هستند و از آیین اون پیروی میکنن. ملت کسایی هستن که پیرو یک کوچکتر در درون اون امت تکه های کوچکتری هستن که بنا به دلایل مستقل از تکه های دیگه هستن، به این میگن ملت. جالبه، به نظر میاد که برای علوم سیاسی امروز هم میخوره این تعریف امت و ملت، برعکس اون که در ایران میگن ملت یک تعریف جدیدی هستش. به نظر میاد که این از خیلی قدیم ها بوده و حداقل ترک ها به این رسیده بودن. خب خیلی دیگه نمیخوام لنگ این صفحه ها باشم، برای اینکه نمیخوام روی کتاب خیلی وقت صرف بکنیم. با همین سرعتی که میبینید داریم صفحه ها رو ورق میزنیم، میریم ببینیم که اینجا میبینیم کتاب آسیب جدیتری دیده. کجا بود اون؟ اینجا نگاه کنید، تقریبا یه چیزی افتاده روی کتاب و غلط خورده ظاهراً، و یه چیزی بوده که احتمالا مرطوب بوده و رنگ این مرکب ها رو برداشته. خوشبختانه در صفحه های دیگر نمیبینم این رو، ولی به هرچه دوباره به پایان کتاب نزدیکتر میشیم میبینیم که این زردی های کتاب خیلی بیشتر شده. تقریبا میرسیم به آخر کتاب. این هم آخر کتاب هست، خطش همون خط نیست. اینجا کتاب تموم شده و اینجا یک کسی دیگری نوشته و اینجا یه دعا و اینجا دوباره سلیمانیه کتوبخانه‌ای من شهر رمضان، اینم که از شهر رمضان نوشته. حالا برمیگردیم tamam oldu. Taqriban 970 970 senesinde tamam oldu. این کتاب در 970 خود نویسنده نوشته که این کتاب در سال 970 هجری قمری تخمیناً تمام شده. حالا برمیگردیم به اینو میخونیم، هم به ترکی نوشته هم به عربی نوشته. من اینها رو خواهم خود. اینجا هم گفته 1171. این هم احتمالا یک چیز دیگری هستش که به رنگ قرمز نوشته شده. چرا و به چی هستش اینو نمیدونم. برگردیم اول کتاب و شروع بکنیم ببینیم که چی داره.
200 اینجا هم یه تاریخی مثل این که نوشته، بذارید ببینیم چی میشه. Bu şu 1260 bu senesinde bu kitab-ı şerife Fatime Gerenizade'nin vakfidir. Allah azim ve azimuşşan dergahünden kabul eyleye. Mola iki cehanın serveri eyleye. Mola cenbinin hürmetine مغضوب eyleye. اسم مغفور eyleye. این مغفور باید بشه. مغفور eyleye. حالا این کتاب رو این آدم، اون تاریخی که قرمز دیدیم اون احتمالاً این باشه. شو 1260. این کتاب نه اون نیست، اونم یه تاریخ دیگریه. این 1260 در سال 1260 این کتاب توسط یه خانومی به نام شریف فاطمه، یا حالا اسمش فاطمه بوده و شریف سرعتشه، فاطمه قرنی زاده از طرف ایشون وقف شده. حالا اینجا هم یه دعایی میکنن براش که امیدوارم انشالله خدا این فاطمه خانم رو قرین رحمتش بکنه که کتابی رو برای ما به یادگار گذاشته. بسم الله الرحمن الرحیم. مهم اینه که ببینیم حمد و ثنای بی نهایت و مدح شکری بی غایت اول خداوند کامل الاحسان و شامل الانعام خلاق جهان و بارئ انسان اولان رب العالمین مخصوص در و صلوات تامه بی حد و سلام سایه و سلام سایه بی علی جمیع انبیاء کرام. حالا اینجا اجازه بدید اینو یه مقدار بزرگتر بکنیم ببینیم این چیه. همینجوری بی ای خونده میشه. این سلام سایه بی عین جمیع انبیاء کرام خصوصا کمالات انسی جامع و اساس کفری گامع مفخر عالم سید انام محمد مصطفی و آله و اصحابه و اتباعه و علمای عاملین üzerine. نگاه کن اینجا علما رو دو دسته میکنه، علمای عاملین رو، اون علمایی که میدانند و بر اساس دانسته هاشون رفتار میکنند، عمل میکنن به دانستشون، به اونها میگه سلام بفرستم، ولی نه برای اونها همه علما. در نتیجه عالمان بی عمل مانند زنبور بی عسل رو از اینجا چیز میکنه. علمای عاملین üzerine olsun لیل و نهار دائم و اشجار و اسمار قائم اولدکجه. میگه تا زمانی که شب و روز میچرخند و درختان میوه میدهند، سلام و صلوات بر این گروه هایی که گفته باد. اما بعد مرحوم و مغفور له افضل علما و ابهر فضلا زهد و تقویده کامل زیروه حقیقت واصل محمد البرکوی. حالا محمد البرکوی گفتیم که خودش ظاهرا پزشک بوده، یا شاید هم محمد البرکوی یکی از این، نمیدونم، حالا بررسی نکردیم. البته اجازه بدید چرا که این کارو نکنیم، برای اینکه ما خیلی از این جناب فایده بردیم، کتاب‌های بسیاری رو برای ما به ارمغان گذاشته. محمد، بذارید اینجا فوند رو، محمد البرکوی، بذارید ببینید این البرکوی دیگه چی بود. اگر مرحوم مغفور له افضل علما و ابهر فضلا زهد و تقویده کامل
ذروه حقیقت واصل محمد البرکوی علیه الرحمه. حالا همین ببینیم که این چی گفته در رابطه با این انسان شریف، چه چیزی. محمد افندی البرکوی معروف ایضا به اسم الامام البرکوی کان عالما عثمانیا بارزا فی قرن العاشر الهجری. ایشون در قرن دهم هجری میزیسته، یعنی حدود 450 سال 500 سال قبل، بیش از 500 سال قبل میزیسته. الهجری از صاد عشر میلادی، قرن 16 میلادی. بله، ولد 929 هجری. در سال 929 هجری 1521 میلادی این انسان شریف خدا رحمتش بکنه متولد شده و در 981 یعنی حدوداً اینجا اگه بگیم 30 اونم 80 50 سال این بنده خدا 50 سال عمر کرده، خدا رحمتش بکنه. خیلی جوان رفته از دنیا. کان له تأثیرا کبیرا علی اتباع حرکت قاضی زاده و اشتهر به تألیفات غریده. خب اینجا دوباره از کتابهاش هم یه مثال گذاشته، احتمال میدم. به ترکیه عثمانیه محمد افندی البرکوی به ترکیه عثمانی محمد بن پیر علی ابن اسکندر برجوی، شاید برجوی. حالا اینها رو دیگه خواندیم، به نظر من دیگه لازم نیست. هو تقی الدین محمد ابن بیر علی برکوی اور البرکلی الرومی الحنفی و لقب بالامام وقیل انه الوحید الذي حمل هذا اللقب من بین العلماء الاتراک فی زمانه. ولد به بالغ اسیر، سنه در شهر بالغ اسیر هم متولد شده بوده. میگه تنها انسانی است که لقب امام گرفته از میان علمای اون دوره در ترک‌ها در اون زمان. اخذ العلم عن والده و حفظ القرآن فی صغره. حالا از پدر مادرش هم آدم عالمی بودن که علم از اونها گرفته، قرآن رو هم حفظ شده. ثم تحقق بالمدارس. حالا دیگه بقیه‌شو نخونیم. انسان بسیار شریفی بوده. این انسان شریف 10 کتاب رو خریده وقف کرده. من فکر کردم شاید بشه یه چیزی پیدا کردید که این مثلا خود کتاب‌های خودش رو اینجا آورده. ترک البرکوی نحو اللالتی کتابن. ایشون حدود 56 کتاب رو برای ما ترک کرده، به یادگار گذاشته. ما بین اجزاء صغیره و کبیره اغلبها بالعربیه. اکثر این کتابایی هم که نوشته عربی بوده و بعضها به ترکیه و اما بعضی هاش به ترکیه است. من اشهر مصنفاته رساله البرکوی المعروف به وصیت‌نامه، رسالتون فی العقیده. وصیت‌نامه شما اینجا خوندیم. الطریقة المحمد. البته بعضی از کتاب‌هایی که خودش به عربی نوشته داده ترجمه کردن. جالب اینه که اون از همین جا بود که یادم اومد، برای اینکه این انسان شریف به نظر اومد که باید یکی از شیوخ یا یکی از دراویش اصلی باشه که پیروان زیادی داشته. الطریقة المحمدیه و سیرة الاحمدیه فی الرقائق وللکتاب عدت شروح صوفیه. حالا اینجا این کتابی یه چنین کتابی هم نوشته که برای این کتاب چندین شرح نوشته شده. العوام الجدید فی النحو، شرح مختصر الکافیه، اینم فکر کنم خوندیم. رسالتون فی اصول الحدیث، معدل الصلات. حالا دیگه از اینها بگذریم. فکر میکردم که حالا به هر حال رحمه الله الملک القوی المدار سعادت. قوی، ملک القویه
مدار سعادت اولان علم عقاید اهل سنتی و جماعتی و علم اخلاقی و علم احکامی شریعیه فرعیدن هی هر مکلفه بالمسیح اهم و الزم مسائلی کتب معتبردن اخراج و نفعی آمولسون دیو لسان دیو اینجا یه الف هستش لسان ترکی ایله ترجمه etmiştir طالب آخرت اولان اخوانه دین مؤمنین موحدین تحصیلinde آنون در میان edip ve mucibi ile amil olurlar ise sebep duhul cenan ve bais vusul rızay rahman olduğuna iştibah yoktur. Hakka ki azizul misl olduğu muhakkakdır. Dur değil, dir. Nitekim bazı ulema medhinde buyurdular, beyt bağ fazl içinde gelmiştir afazil çok veli. Bağ fazl içinde gelmiştir afazil çok veli. Gülistan fazlinin akabire kilidi berkuy. Gülistan fazlinin akabire kilididir berkuy. اینجا من الان متوجه شدم ویرگول ها رو اینجا بعد از مصرع بیت در میان مصرع هم میذاره. bir vasiyetname talif eylemiştir ol veli kıl nezer im'an ile hal eylemiş her müşkili. اول این کتاب وصیت‌نامه‌اش معرفی کرد. دین اسلام بیان etmiş içinde سر رهبر olmuş راه حقه سوق eder her عاقلی سبق eder her عاقلی هم شریعت هم طریقت هم حقیقت جملتن مو به مو اقلمش. اینجا الف دوباره گذاشته مو به مو قلمش مسرح gırg yarmış bir gali. Yarmış bir gali. Gır yarmış bir gali. Fazli dai anun. Fazlini dai anun ruhine روح اینجا روحینه نوشته بوده، یه تلاش کرده پاکش بکنه، بعد این رو روح کرده. فضلینی احتمالا من این رو فضلی دایی آنن رفع روح شریفینه دعا دم به دم چاری آنن اولدی شفاعت ایلی. lakin bu افگره عباد قلیل بضاعتی اولان شیخ خودشو داره میگه. شیخ علی الصدری الگنوی افع عنهم افول علی دن بعض اخوان دین مشکل olan اخوان din müşkil olan mahallerin hal iltimas etmeleriyle hasebeten lillah
lillahi Teala yine Türkü lisanıyla şerhine şuru olundu. Rabbül alemin müstefid olan mümin kardeşlerimize intifaini müveffak edip cümlenin sebep felahi ede amin. به حرمت النبی الامین بسم الله. اینجا دیگه شروع کرد به اون کتاب رو میخواد ترجمه بکنه. کدوم کتاب رو؟ کتاب وصیت. اینجا تو شعر گفتش که bir vasiyetname تألیف etmiştir ol veli. حالا میخواد این کتاب وصیت رو، به نظر من اینجوری میاد ها، این کتاب وصیت رو کلمه به کلمه ترجمه بکنه. بسم الله میگه الله تعالی'nın اسم شریفی ile başların. الرحمن، حالا بسم الله الرحمن الرحیم رو داره یک کلمه به کلمه تعریف میکنه. الرحمن چی؟ öyle Allah ki ulu nimetleri vericidir. ببینید رحمان رو گفتش که نعمتهای بزرگ، اولو یعنی خیلی بزرگ، اولو نعمت، یعنی به اون جهت هم میگیم اولو الله عدیله، یعنی خداونده که خیلی بزرگه دیگه، بزرگتر از اون وجود نداره. اولو نعمتleri vericidir. الرحیم چی؟ öyle Allah ki جتی نعمتleri vericidir. اون نعمتهای گذرا رو هم میده. حالا من اینجا نمیدونم منظورش از نعمتهای اولو و نعمتهای جتی چی هست. جتی من اینو خوندم، البته احتمالاً جتی باشه برای اینکه دو تا جی میشه این رو خوند. اگه جتی باشه یعنی رونده، جتی هم باشه که یعنی رفت، گذشته شده. حالا مثل عمر، مثل اصلا خلق انسان، ما که از مادر متولد میشیم مهمترین نعمت اینه که ما به دنیا اومدیم. دوم این که بزرگ داریم میشیم. سوم این که عقل داریم، سلامتی داریم انشاءالله. اینها نعمتهای اصلی هستن دیگه. پدر و مادر داریم انشاءالله. خداوند مردگانمون رو بیامرزه. الله بیامرزه. اما geçici نعمتler اونایی هستن که زمان کوتاهتری هست. مثلا فرض بکنید که خوابیدیم، از خواب بیدار شدیم، رفتیم یه لیوان آب خوردیم، بعد یه صبحانه خوردیم، بعد لباس داشتیم پوشیدیم، بعد یه وسیله داشتیم سوار شدیم رفتیم سر کار مثلا یا مدرسه یا هر چیزی که اینها نعمتهای کوتاه مدت رو هم الحمدلله. حالا ادامه داره. الحمدلله چی میگه؟ جمعی حمد edicilerin hamdi ezelden ta ebede varınca cümle sıfat-ı kamile müstecmi olan vacibul vücude mahsusudur. الذی، حالا اونجا گفتش که چی؟ الحمدلله. اینجا الحمدلله رو خیلی جالب معنی کرد و بعد میگه که الذی یعنی چی؟ الذی اینجا میگه öyle الله چی؟ هدانا للاسلام، ما رو به اسلام هدایت کرد. دین اسلام چون بیزی ارشاد ایلدی و جعلنا، اون کتاب عربی رو داره کلمه به کلمه، و جعلنا من امت Muhammed'in ümmetinden kıldı aleyhissalatu vesselam, onun üzerine olsun enva-i ta'zim ve cümleten makruhiden etin olmak, emin olmak, makruhiden emin olmak. و حالا از اینجا والصلات و السلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین، اینجا هم عربیه اون کتاب رو داره. و دخیل صلوات و سلام جمله انبیاء و مرسلینون
üzerine olsun. Hususen minhum, این کی چی میشه؟ با خصوص آنلردن علا افضل المخلوقین. خصوصا منهم این میشه به خصوص، الان در فارسی میگم با خصوص آنلردن کیم؟ از میان اون پیغمبران و رسول کیا؟ علا افضل المخلوقین. چی میشه این به معنی؟ جمیع مخلوقون افضلی üzerine olsun. Kimdir اون کی هستش؟ محمد kimdir؟ محمد kimdir؟ خودش سوال میپرسه. فکر میکنم این کتاب رو قبلا یک جایی معرفی کردیم. برای من خیلی این کلمات و این نوع چیز خیلی تازگی نداره. این به نظرم میاد که من با این جمله ها قبلا اول افضل جمیع خصال حمیده ایل متصف اولان حضرت محمد علیه السلام و آله و اهل بیتنین üzerine olsun. حالا برعکس اون کتابای قبلی که بیتونون مثلا میگفت، اینجا بیتنین خیلی به آذربایجان نزدیک این لهجه. اون کلمه چی بود؟ علا افضل مخلوقین. افضل مخلوقین چی هست؟ میگه محمده. و میگه محمد kimdir؟ چی هستش؟ میگه اول افضل جمیع خصال حمیده ایله متصف اولان حضرت محمد علیه السلام و آله و اهل بیتنین üzerine olsun و صحبه اجمعین. اینم بازم از اون کتاب. و مبارک یوز. حالا من متوجه شدم این کلمات قرمزی که کلمات که با رنگ قرمز روی اونها خط کشیده، این اصل کتاب عربی برکوی هستش که داره ترجمه میکنه. خیلی جالبه. و صحبه اجمعین و mübarek yüzünü görüp iman getirenlerin cümlesinin üzerine olsun. Yani Hazreti Muhammed'in mübarek yüzünü mübarek yüzünü görüp iman getirenlerin cümlesinin üzerine olsun. یعنی سلام و صلوات برای همه اونهایی که حضرت محمد رو به طور فیزیکی دیدند و براش ایمان آوردند. اما بعد کتاب، حالا اینجا اصل مطلب، اما بعد یعنی چی؟ خود اما بعد الله تعالی ی حمد رسولینه و آل و اصحابینه صلوات و صلات و سلامیدن سنره. خب این چی؟ فهاذهی یعنی چی؟ شو رساله. هازهی یعنی چی؟ این چیزی که در دستمونه. فهاذهی شو رساله وصیت الفقیر. این وصیت، این کتاب دوباره برگشته عربیه. وصیت الفقیر یعنی چی؟ محتاج اولان گلون وصیتی دور. حالا چی؟ اون وصیت فقیر الحقیر، فقیری که öyle فقیری که ادنا و ذلیل درور burada میگه لام المعرف بالعجز و تقصیر öyle فقیر کی عجز و تقصیرین اقرار edicidir. حالا اسمش چیه؟ اسمشو میاره اینجا محمد بن پیر علی. اسم خودشو گفت محمد بن پیر علی. ما اونجا خوندیم در گوگل، اگر اجازه بدید دوباره برمیگردیم اینجا. گفته که هو تقی الدین محمد بن پیر علی البرکوی. اینجا خودش چی نوشته؟ نوشته که کجا رفت؟ محمد بن، من اینجا پیر میخونم، احتمالاً پیر علی. به نظر من این درسته، پیر نمیاد. پیر علی یعنی چند تا مفهوم داره پیر. یکی این که مسنه، یکی این که لقبه، یعنی ایشون یه بزرگ جایگاهی رسیده که بهش گفتن پیر. دوم این که یه حالت قدسیت داره کلمه پیر.
در جهان ترک و در تمدن ترکی، تمدن فکری معنوی ترک ها، پیر حتی به درختی که خیلی مورد احترام و قداست داره بهش میگن پیر. در نزدیکی روستای ما یه دونه پیر بود، مثلا محمد ابن پیر علی اغلی، این اسمش تا اینجا محمد ابن پیر علی تا اینجا عربیه. حالا اغلی محمد در عفا عنهما، بوی کسین عفا عنهما دوباره عفا عنهما بوی کسیندن تجاوز اتسون العفو ببخشید من اینجا یک چیزی قاطی کردم. علی اغلی محمد در عفا عنهما بوی کسیندن تجاوز اتسون العفو، اینجا دیگه عربیه، العفو العلیو، مبالغه ایله عفو دیجی و عظمت شأن صاحبی اولان الله تعالی لنفسهی کندی نفسی ایچون وصیتی در. ولی این کتاب رو دیگه من نخونده بودم، نه شبیه این کتاب هست، چون اینجا دیگه وصیت رو داره میگه، وصیتی در ولی جمیع المکلفین، یعنی چی؟ و جمله عاقل و بالغ اولنلری چون. حالا اینجا ولی جمیع المکلفین باید خط میکشید، چون این بالا یه خط داره کادر بندی شده دیگه، این خط رو نکشیده. و جمله عاقل و بالغ اولنلری چون وصیتی دور کتبه ها، bu vəsiyyəti yazdı bir Türkçe. Niye, چرا به ترکی نوشت؟ لیعما نفعها، یعنی چی لیعما نفعها؟ فایدسی عام olsun için. حالا عربی دوباره بیان و صفات سلبیه، bu mezkur Allah Teala'nın şanine layık olmayan ve ittisafi muhal olan sıfatları beyan eder. O اولاد و اصحابه و اخوان دینه. اول وصیتم. حالا ترکی شد که کتاب، خود کتاب تا اینجا کتاب این مرحوم عربی بود و من فکر می‌کردم عربی داره ترجمه میکنه. از اینجا به بعد میگه که و اول وصیتم که اینه چی هست؟ ابتدا امرم اولدور کی. حالا این بنده خدا گفته وصیت، این داره مترجم داره میگه که ابتدا امرم اولدور کی ادلر شهادتن. یعنی چی؟ دانگلق ederin ibadete، یعنی گلوک etmeye layık ve mustahak hiç kimse yoktur. حالا اینجا اولدور kim ederler شهادتن. اولین وسیله اینه که شهادتشون رو به زبان بیارن. حالا دانقلق دانماخ انکار کردن. دانقلق eder ربین احتمالا این ederin دانقلق ederin عبادته. من اینجوری دانقلق این دانق یه چیز دیگریه. اون چیزی که من گفتم اینجا اون معنی رو نمیده، انکار کردن نیست، اینجا یه مفهوم دیگریه، مثل این که مثلا عادت بکنیم یا خودمون رو باید به این کار عادت دانقلق ادر ربین عبادته،
Yani kulluk etmeye layık ve müstehak hiç kimse yoktur. بازم inkare. İnkar به معنی inkare. Tanıklık ederin ibadete. Yani kulluk etmeye layık ve müstehak hiç kimse yoktur. Yine. اینجا خط چیز کشیده بود. tanıklık ederin ibadete ya Rabbin ibadete yani kulluk etmeye. حالا از اینجا به بعدش لایق و مستحق هیچ kimse yoktur الا الله تعالی vardır. تا اینجا دوباره به کتاب اصلی برمیگرده. یعنی چی؟ varlığının delili oldur ki könüllerde hala اینجوری باید بخونیم könüllerde ve yerlerde ve hayvanlarda ve ağaçlarda ve otlerde ve sair mahlukatda müşahede olunan ahval acibe ve asalib bedi'e ve sanayi garibeyi adna fikir eden kimse bilur ki bir alem ve kadir haliki vardır. Nitekim bir ali بنایی gören من اینجا بنا تشدید میخونم ولی احتمالاً بنا هستش. بینایی gören kimse ol binanın bir banisi var idiken bildi ki gibi bazı a'rabiden Allah Teala'nın varlığına delil nedir diye sual olundukta devenin varlığına ve eser sahibinin varlığına delilidir. خیلی اینجا دلیل میاره. خیلی دلیل قدیمی دیگه. مثلا میگه که شما توی صحرا دارید میرید میبینید که دوقیقه افتاده. دوقیقه چی هست دوستان؟ فضله مدفوع شتر. دوقیقه مدفوع شتر. حالا فارسیش بکنیم این مفهوم میشه گوه شتر. اسم دیگه این بد نداره، بی‌ادبی نیست، اسم یک چیزیه که وجود داره، ما انسان ها براش اسم گذاشتیم. میگه که اول بینانم bir banisi var idiken bildiği gibi همونطور که میگه یه بنا رو ببینه فکر میکنه که این بنا یه بنایی داشته، یه بانی داشته. bildiği gibi همونطور که اینو به راحتی میدونه بعض اعرابیدن الله تعالی'nin varlığına delil nedir diye سوال olundukta از بعضی از عرب ها در مورد اینکه چه دلیلی داری برای اینکه خدا وجود داره، وقتی این رو پرسید گفت دیگه devenin varlığına و اثر میگه. حالا عرب چه جواب میده؟ با شتر آشناسی میگه حالا خیلی هم گفت نمیشه ولی نمیدونم فارسی داره یا نداره. میگه اون دوقیقه عرب میگه نشون میده که شتری وجود داره، خودش هم نبینیم ولی اون چیزو که ببینیم میگیم آقا این شتری وجود داشته. همینطور عرب میگه که اثر یه اثری، مثلا یه کتابی، یه هر چیزی که یه نقاشی، میگه که یه نقاش داشته دیگه، هر چیزی، یه ماشین میگه این راننده داشته، یه کسی بوده که اینو ساخته و اثر صاحبین varlığına دلیلیdir. هر اثری دلیلی بر این هستش که یه نفر این رو ایجاد کرده.
خب من تا اینجا بخونم دیگه بحثه. فکر کنم که ve varlığına delildir. Buruclar sahibi olan بروج جمع برج بعدها روی قلعه های جای بلندی که بود بهش گفتن برج، ولی برج هنوز هم ما به بعضی از حتی فالبین ها به خصوص به ماه ها میگن برج و ماه ها این سیاراتی که در آسمان هستن به اونها هم بروج میگن، برای اینکه خیلی بلنده در اون بالا قرار داره بهش میگن بروج، به اونو آورده. بروجler sahibi olan gökler ve ulu yollar sahibi olan yerler Allah Teala'nın varlığına delil olmaz mı diye cevap verdi. اون عرب جواب داد که خب بروجلری که صاحب اولان، اون کسی که صاحب این بروج ها آسمان ها هست، یعنی اون کهکشان بگیم هست، ستاره ها و سیارات هستش، همچنین آسمان، gökler آسمان و اولو یولر در اون راه هایی که در آسمان میبینن، اولو یولر راه شیری مثلا، اولو یولر راه های شیری، صاحب اولان که صاحب اون راه های شیری هستن، yerler و زمین ها، هم در آسمان میگه زمین هست هم در زمین، چون که جمع میبنده، yerler زمین ها، الله تعالی'nin varlığına همه اینها به varlığına دلیل olmaz mı؟ اینا دلیلی بر وجود خدا نیست مگر؟ دیگه جواب وردی. اینو گفتن به مفهوم اینکه جواب اون سوال هستش. و قرآن عظیم الشأن از اینجا و قرآن عظیم الشأن ده افالله شکن فات. حالا در قرآن چه یه آیه اومده گفته که چی؟ افالله شکن فاطر السماوات و الارض. آیا در خداوند شک دارید که آسمان ها و زمین رو خلق کرده؟ دیگه buyurdu. اینم در قرآن اومده. Yani Allah Teala'nın varlığının delili ol kadar aşikaredir ki şek olunmak layık değil. Öyle Allah gökleri ve yerleri yoktan var edicidir. Şeriki ve neziri ortağı. Şeriki ve neziri ortağı. این کلمه ببینید شریکی و نظیری، حالا این میگه یعنی چی؟ اینو داره ترکیش میکنه، خیلی جالبه. ارتاقی، ارتاق شریک، ارتاقی و دکدشی و دکدشی، نظیری، دکدشی، دگشی، دیشمخ، دگدشی. من اینجوری فهمیدم دگدشی یعنی با یکی بتونی عوض بکنی. نظیر اینجا جالب کرد، این خیلی دگدشی yoktur. Yani Allah Teala cümle mahlukatı halk etmede ortağı yoktur. Cümlenin haliki ancak oldur. اینجا مثل چه نوشته شده ولی ancak oldur. Zatinde ve sıfatinde ve afalinde misli ve neziri yoktur. Nitekim Kur'an-ı aziminin la ilahe illahu ve diye buyurdu. Yani ibadete layık ve müstehak oldur. حالا این oldur رو خط زده، گفته که kimse yoktur. İllallah Teala vardır. ve dahil ta'budun ma tenhatun ve Allahu halakakum ve ma ta'malun diye buyurdu. Yani siz ibadet edersiniz ya kendi ya
yaptığız ya kendi yaptığınız butlere ha inca ya diye buyurdu, yani siz ibadet eder misiniz ya kendi yaptığınız butlere, halbuki sizleri ve amellerinizi yoktan var eden Allah Teala'dır ve dahi. حالا دیگه ادامه داره. خیلی به نظرم کتاب بسیار جالبیه، به خصوص که بعضی از کلمات عربی رو به ترکی یعنی ببخشید نویسنده اصلی از کلمات عربی به عنوان کلمات ترکی استفاده کرده، ولی مترجم میاد اونها رو به ترکی ترجمه میکنه، یعنی دوباره اون کلماتی که ترکیزه داشته شده بوده داخل فرهنگ ترکی در اون مقطع شده بوده، اونها رو دوباره ترجمه میکنه. حالا فکر میکنم که الان بیش از 1 ساعتی که ما این کتاب رو 50 دقیقه است که این کتاب رو تا اینجا خوندیم. چند دقیقه؟ حدود بذارید بگیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه 9 صفحه تا الان خوندیم، یعنی هر 10 دقیقه یک صفحه حدوداً نه بیش از 1 صفحه، حدود چون که باید 6 صفحه میخوندیم 5 صفحه میخوندیم، الان ما 9 صفحه، در هر 5 دقیقه حدوداً 1 صفحه رو خوندیم. خب من با اجازه از اینجا به بعد میرم 50 PDF میرم برای اینکه خیلی طولانی نشه. این میشه یعنی 100 صفحه میرم. این 50 و اوکی، از اینجا 50 شروع میشه. حالا اینجا گفته kimdir diyeler İmam Ebu Hanife Raziyallahu. حالا اینو خودش نعمان ابن ثابت‌دür diye عابد و زاهد و عارف بالله Allah'dan korkucu Allah'tan korkucu ve ilmi ile Allahu Teala'nın rızasını talep edici biridir. Devletlidir. Fezail kesire ve menakib celilesi çoktur. Tefziline bu kitabın müsaidesi yoktur. Ama دوباره این کتاب اصلی رو اما حکم edip Ebu Hanife mezhebi haktır ve gayriler ya batildir ve batildir demiye. تا اینجا اون متن اصلی رو زیرا احکام شرعیه ادله زنیدن مستنبت استنباط شده. زیرا نگاه کن اینجا خیلی جا حرف عجیبی زد. زیرا احکام شرعیه ادله زنیدن، از دلایل زنی نه دلایل واقعی، از دلایل زنیدن مستنبت استنباط شده. الله تعالی قطینده بیردür. میگه این زنی هست ولی در حالا چطوری قضاوت میکنه در درگاه خدا؟ الله تعالانون قطینده در نزدش در حضورش بیردür. مجتهد اجتهادinin مجتهد کسی که مجتهد هست مجتهد اجتهادinin مقتضاسınca amel etmek vacibdir. Hata ederse mağfurdur ve bir sevap yazılır. اگر اصابت ederse 2 ثواب yazılır. حالا اینجا رو دقت بکنید چی گفتش که احکام شرعیه، ادله‌ای که برای احکام شرعیه، خیلی حرف جالبیه، برای اولین بار در عمرم اینو دارم میشنوم یا میخونم، خیلی متفاوته. یعنی میگه احکام شرعیه آقا دلایلی که برای احکام شرعیه میارن همش ظنیه، همش فکر افراد زن نشونه، چون که قابل اثبات نیست. زن میکنن، فکر میکنن که اون
درسته. میگه حالا الله تعالی قطعا بیردور، اما میگه در درگاه خدا این یکیه. این زنا نها اصلش مجتهد اجتهادونun مقتضاسınca عمل etmek واجبdur. اون کسی که مجتهده بر اساس اجتهاد خودش واجبه که عمل بکنه. خطا ادرسه، حالا چون زنه، اگر خطا بکنه بر اساس اون دریافت خودش، زن خودش خطا باشه، مغفور دور، بخشیده میشه، چون که نمیدونست واقعیت چیه. زن داره میکنه بر اساس زنش هم عمل میکنه. میگه اگر خطا ادرسه، اگر خطا بکنه مغفور دور، باغشلاماخ میشه، عفو میشه. و بیر ثواب یازولور، و فقط یک ثواب براش می نویسن، حالا که تلاش کرده ولی خب زنش خطا بوده. میگه باز کتکش نمیزنن که چرا، میگه آقا تلاش کرد دیگه، یه ثواب بهش میدن. اگر اصابت درسه، اما اگر درست باشه، به هدف بخوره، یعنی او خواست خدا واقعا باشه یا خواست شریعت باشه، نه خواست خدا، خواست شریعت باشه، iki ثواب yazılır. حالا 2 ثواب بهش میدن. بلکه ایده ابو حنیفه مذهبی hakdır. خطا ehtimali de var. Gayri mezhepler hatadır. Hak olmak ehtimali de var. Bunun bütün. تمام. خیلی حرف عجیبی زد. من در عمرم این کتاب واقعا حتی برای اونها که مخالف دین هستن هم لازمه که این کتاب، من هیچ کتاب عربی و در حوزه علمی خوندم، عربی و غیر عربی که دیده باشم این حرفو زده باشه ندیدم، فارسی و اینا ندیدم. خیلی عجیبه. میگه حالا این جالبه، بلکه خود نویسنده اصل کتاب که نوشته، اون برکوی نوشته بلکه ایده گفته، بلکه ایده ابو حنیفه مذهبی حقدر. میگه بلکه شاید ایده، بلکه ایده یعنی شاید ابو حنیفه مذهب حقدر. میگه شاید مذهب ابو حنیفه حق باشه، شاید نگاه ظنیه، چون نمیدونیم که کدوم مذهب درست نیست. خطا احتمالی ده وار، اما احتمال خطا هم داره چون ظنیه. غیر مذهبلر خطا دور، حالا داره حکم میکنه مذهب های غیر حنفی، شیعه و شافعی و نمیدونم اون یکی ها، میگه اینها چی هن؟ خطا هستن، اما غیر مذهبلر خطا دور، احتمالی ده وار. غیر مذهبلر خطا دور، اما مذهب های دیگر خطا هستن. حق olmak احتمالی ده وار bütün، اما میتونه همش bütün به طور کامل همشون، یعنی bütün همسون به کلیت درست باشن. نگاه کنید، برای اولین بار در جهان فکری مسلمانان من این حرف رو شنیدم، خوندم. برای اولین بار این کتاب لایق چاپ کردن هستش. خیلی حرف جالبی زد، خیلی حرف. این کلام در شیعه نیست. ببینید این دیدگاه داره میگه که ما در شیعه نداریم. مثلا شیعه میگه نه قطعا من درستم همه غلطن، در حالی که اینم یه فرض دیگه. کسی که نمیدونه خداوند ارادش چیه، پیغمبر ارادش چیه، یه عالمه، یه آدمی مثل من رفته درس خونده. اگه من درس مولایی رو خونده بودم الان ممکن بود مجتهد بشم، ممکنه فردا برم مثلا دوباره وارد حوزه علمیه بشم، مثلا در یک کشور دوباره دین بخونم، بشم مجتهد. حالا من که مجتهد شدم، من که چه ربطی، من چه سوادم، عقلم، تجربه‌ام، دانشم، هر چیزی که یاد گرفتم تو این جامعه چه ربطی داره به حضرت محمد؟ حالا من یه فتوا میخوام بدم، چه ربطی داره به حضرت محمد یا به دین؟
حالا این فتوای من ممکنه واقعا به دین مطابق باشه، واقعا 100% از دین مخالف دین باشه، ربطی به اسلام نداره، نظر افراده. من به نظرم خیلی حرف جالب بود. حالا بذار ببینیم مترجمه چی میگه. یعنی bu kelamım تحقیقی اخلاق زمینیه. حالا این چیه؟ زمیمیه احتمالاً هستش. Varınca oldur ki tefsil olunur Hakkı Teala Hazreti kullarına neçe nesne ile emr ve neçe nesneden nehyetmiştir. حالا این امر رو ببخشید اینجا دیگه چیز مترجم نیومد این رو ترجمه بکنه، توضیح بده، ترسید، سانسور کرد این قسمت رو. مترجم اصل کتاب رو نوشت اما نیومد این رو توضیح بده. نگاه کنید فرق بین دوتا آدم، دوتا عالم، یکی استاد یکی شاگرد، احتمالاً جرأت نکرد این رو ترجمه بکنه. من منتظر بودم که همونطور که برای مثلا کلمه بالا چقدر چیز کرد، اما حکم دib ابو حنیفه مذهبی حق دور و غیرler باطل دور، اینا گفت دمیه. نباید بگی که ببینید این چی گفت اون بالا، گفت این چرا نمیدونم اینو فراموش کردم، احتمالا اومدم پایین تحت تاثیرش کردم. میگه اما حکم دib یه چیزی حکمی نده. حکم دib چی؟ ابو حنیفه مذهب حق دور و غیرler باطل دور دمیه. نباید حکم بده که مذهب ابو حنیفه حق و بقیه باطله. نویسنده خیلی بهتر داره میگه و ادامه میده که اگر اصابت بلکه ایده ابو حنیفه مذهبی حق دور خطا احتمالی ده var, غیر مذهبler خطا دور حق olmak احتمالی ده var. bütün. حالا این آدم اومده یعنی bu kelamım تحقیقی اخلاق زمینیه varınca اخلاق زمینی نه احتمالاً varınca oldur که تفصیل olunur. حالا میگه این کلام رو در اون قسمت اخلاق که رسیدیم این رو به تفصیل توضیح میدم. تا اینجا حالا قول داد که بعداً این رو در اون قسمت اخلاق تحقیقی اخلاق bu kelamım تحقیق اخلاق زمیمیه که اون چی هستش نتونستم بخونم. اولین بار تو این 10 صفحه 11 صفحه‌ای که خوندم تا الان اولین کلمه‌ای که نتونستم بخونم در اصل. اونم میشه خوند، یعنی من این رو زمیمیه احتمالا میخونم. البته میتونیم به اون فصل مراجعه بکنیم اینو کاملا دریابیم. حالا قول دادی که در اونجا که رسید این رو چیز بکنه، توضیح بده. بریم صفحه بعدی. صفحه بعدی چی میشه؟ این 50 صد بریم صد پی دی اف، یعنی میشه 200 چیز کتاب. اینجا صده و این که صده از اینجا شروع میشه برای اینکه sana verdim diye ol dahi eline alıp kabul ettim diye kendinin milki ettüken bildikten sonra lütfü edip ol dahi garnine üslub gernine üslub sabit üzere vere. Bu üslub üzere tamam davr edeler ve
لا ولادتم تاریخی. حالا در مورد تاریخ ولادت خودش حرف میزنه. ولادتم تاریخی 920 تاریخ تولدم 929. ولادتم تاریخی 929 هستش. در سال 929 خود نویسنده میگه که من، نویسنده اصلی نه مترجم، میگه که من در سال 929 متولد شدم. جمادی اولینین 10. günüdür. در روز جمادی الاولین در روز 10 ماه جمادی الاول متولد شده. موتم تاریخ مرگم اینجا دیگه اون نه وقتی ده olursa اون، حالا ادامه داره. موتم تاریخی نه وقتی ده olursa 12 yılın ter edip agarı buluğ ظاهر olmağı، دیگه اینا بقیهش اون نیست. حالا این اماره ای بلوغ ظاهر olmadığı اماره بلوغ ظاهر olmadığı زمانی ده رشیده var geldikte müfti bir olan 15 yaşdır. Amare buluğ zahir olursa ihtilam ve heyz gibi buluği ol vaktidedir. Yaşı da 9 erkekte 12 dahi vardır. Hala yaşı da 9 erkekte 12 dahi vardır. Musannif bu قولی احتیاطاً bu قولی اختیار etti. نگاه کنید اینجا هم یه حرف جالبی داره میزنه. میگه که بلوغ خیلی کتاب جالبیه، این رو باید خوند. میگه بلوغ در چه زمانی رخ میده؟ میگه بلوغ زمانی رخ میده که اماره بلوغ علایم البته این تشدید داره، اماره بلوغ، اون نشانه های بلوغ دیده بشه. مثل چی؟ میگه müfti bir olan 15 yaşdır. میگه که ببخشید اماره بلوغ ظاهر olmadığı zamanında رشیده varlıkta müfti bir olan 15 yaşdır. میگه که اگر علائم بلوغ دیده نشه، مفتی فتوا اینجوریه که رشید در چه زمانی رشید میشه؟ رشیده وارندکته، احتمالاً وارندکته. حالا اینو قاطی کردم اینجا رو. میگه رشید چجوری میشه؟ میگه اگر علائم بلوغ چیز نشد، دیده نشد، چجوری رشید تلقی بشه؟ میگه اون زمان 15 ساله باشه میشه رشید. ببینید اینجا نگاه کنید، بلوغ پسر 15 سال حداقل. اماره بلوغ ظاهر olursa، علائم بلوغ اگه ظاهر باشه چیه؟ احتلام. حالا خواب میخوابه بچه، حالا پسر یا دختر فرقی نمیکنه، خوابیده تو خواب خودشو خیس میکنه، نه شاش نمیکنه ها. مثلا ما در ترکی میگیم şeytan olur، یعنی با یه طرف جنس مخالف رابطه برقرار میکنه و بدنش تخلیه میشه، یه آبی ازش در میاد، منی ازش در میاد.
میگه اگر احتلام و حیض، دخترای حیض هم دارن، خونیه که حالا نمیدونم ماهانه، من دیگه اینا رو خیلی نمیدونم، هیچ وقت تو عمرم دختر نبودم که ببینم چیه. احتلام و حیض گیبی، میگه اینها علائم بلوغه. گیبی بلوغی اول وقتی دادور. حالا وقتی که این دختره حیض شد و اون پسر احتلام دید و البته دخترم میتونه احتلام ببینه، میگه که اگه اینها رو دید بلوغ شده، به مرحله بلوغ رسیده. وقتی دادور دیشیده، حالا این پسر بود، دیشیده در من اینو گشه اخونشتم، یعنی چیز سن و سال خونده بودم، ولی اینجا اون بالا اغلام بود، حالا این پایین دیشیده در مؤنث، دیشی مؤنث، دیشیده توقوز 9 سالگی، erkekte 12 در erkek یعنی ذکور، مرد، جنس مردا، میگه 12 سالگیه. نگاه کنید چند تا حکم آورد، خیلی جالبه، از 15 به 9. البته علائمش گفت ممکنه علائمش 20 ساله پیدا بشه. اون وقت میگن رشید از 15 سالگی شروع میشه، دختر باشه پسر باشه احتمالا نمیدونم، پسر باشه که حتما، دختر باشه نمیدونم، چون احتمالا اینجا برای گفت دیشیده توقوز erkekte 12 دخی واردور. حالا میگه اینم هست. ببینید دوتا احتمال، حالا در شیعه اومده 9 رو گرفته، در حالی که میگه آقا 15 هم هست اینم هست و هر دوتا ممکنه باطل باشه. اینو به ما نگفتن تو ایران، هر دوتا ممکنه باطل باشه. گفت اگه باطل باشه 1 ثواب میبره اون کسی که این فتوا رو داده، ولی اگر درست باشه 2 ثواب میبره. حالا من اگه مثلا مجتهد بشم ممکنه بگه آیت الله منتظری گفت بیشتر دیگه، اون مثلا گفت نمیدونم 20 سالگی چند سالگی گفتش که یه فتوایی داره. منم از مرحوم خدا رحمتش بکنه آیت الله منتظری در رابطه با استقلال طلبی و جنگ در راه حقوق ملی و کشته شدن و شهید شدن و تخصیص اموالتون رو به دولت ندید، به جای اون به حرکت ملی بدید. اگر اشتباه نکنم 10 تا سوال از مرحوم آیت الله منتظری، آیت الله منتظری سوال پرسیدم، به سوالات من جواب داد. ایشون به عنوان یک عالم و مجتهد شیعه، هر کسی که، حالا نمیگم همه باید قبولش بکنن، هر کسی که شیعه هست میتونه به این فتواها هم دقت بکنه، برای اینکه این فتوا منافع ملت ترک رو، عرب رو، بلوچ رو، ترکمن رو، قشقایی رو در مقابله با فارس ها دست به خشونت بزنید به رسمیت میشناسه. از نظر دینی میگه درسته، اگر حقوق شما رو نمیدن میتونید مسلح بشید، میتونید اموالی که به دولت میدید رو ندید و صرف مبارزه بکنید. من اون فتوا رو منتشر کردم در اون سالهای 2007 و 8 فکر میکنم. این سوالها رو از مرحوم، اون زمان رابطمونم خیلی خوب بود، پرسیدیم و پسرش هم بعدن من یه چیزی نوشتم، پسرش به من تشر زد که آیت الله منتظری که به شما پاسخ داده بود و فلان. گفتم درسته، حرفتون درسته، در این مورد هم مسئله چیز دیگری. حالا مصنف بگولی احتیاطاً بگولی اختیار اتی، مصنف میگه احتیاط میکنه، یعنی اون نویسنده اصلی کتاب این قول چیز رو میگه که احتیاطاً قبول کرده. بگولی اختیار اتی باقی نه گالورسه دور. حالا اینجا دیواره برمیگرده به کتاب. باقی نه گالورسه دور دور ادلر گلدغم نمازلری دخی دور ادلر احتیاطاً یا فساد یا کراهتاً احتمالی üçün.
Salavat vetri bile hesab edeler. 50 vakt olur. Bir vakt namaz için, حالا این نه اون چیزی بود، وتری بله حساب ادلر اینجا از اینجا به بعد 6 وقت olur، 6 وقت نماز داره. ما شیعه ها 5 وقت هم نمیخونن، 3 وقت میخونن، ولی به نیت 5 وقت میخونن. دوتا تنبلی میشه. این دوتا رو یکی میکنه، ظهر و عصر رو یکی میکنه، بعد شام رو و یاتما خوابیدن رو، نمازشون رو دوتا یکی میکنه میخوره. شیعه یه کارهای عجیبی کرده. در اینجا چون نماز وتر هم هستش، وتر البته نماز وتر هم هستش، اون نماز وتر رو 6 حساب میکنه، میگه 6 وعده هستش. 6 وقت olur. Bir وقت namaz için 520 درهم بغدادی حساب ederler. حالا این میخواد فتوا داره میده که برای اینکه یکی یه نماز یک روز یک کسی رو بخوره چقدر باید پول بگیره. این صفحه هم خوندیم، بریم صفحه آخر. این دیگه آخرین صفحه رو هم بخونیم و این کتاب رو تمام بکنیم. میگه که باطله olur. Tamam olduktan sonra görse batile olmaz. تم تصنیفه. اینجا دیگه کتاب تموم میشه و توضیح هم نمیده این جمله آخر رو. تم تصنیفه به اون الله تعالی و لطفه الله تعالی و لطف الله تعالی امدادی و اعانتی و لطف و احسانی لبو کتابın تصنیفini tamam oldu. تقریبا 970 تخمینا 970 senesinde تم شرح فی سنه 71 و مع و الف. البته اینجا هم این کتاب، کسی که این کتاب رو رونویسی کرده، نسخه بردار هم تاریخ زده. جالبه، نسخه بردار این پایین با یه خط تقریبا متفاوتی نوشت که این نویسنده اصلی کتاب رو در 970 یعنی تخمینا 970 senesinde، که اما این بقیه رو به فارسی این نسخه برداری که این نسخه رو نوشته گفته تم شرحی که براش نوشته این آدم، تم شرح فی سنه 71 و مع و الف 1171. این شرح رو این کسی که این ترکی ها و عربی ها رو ترجمه کرده دوباره، این هم در سال 1171 این کتاب رو تمام کرده. والله، حالا متوجه شدیم، والله ولی الاتمام و هو خیر المعین ذو الانعام. تمت سنه 1171. خدا رحمت بکنه هر دو نفر رو، هر دو عالم. اینجا هم یه چیزهایی نوشته شده ولی یه مقدار رنگش جالب هست، نمیده. اگر bir kimsene، حالا اینجاش نمیده، gullerine برای ایلیه ölçeler اگر sağ گلی uzun cin نظری علامت دور. حالا اینم یه چیزایی اومده اینجا نوشته که هازا دعا و عروج دعا اللهم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت و لیقوم چی انشاءالله تعالی من شهر رمضان. خب دوستان، کتاب بسیار جالبی هست. این آدم برکوی کتاب‌های برکوی رو باید خوند، برای اینکه نظرات بسیار جالبی رو در میان میذاره و دختر میتونه 9 سالگی بلوغ نرسه، میتونه خیلی دیر برسه.
و پسر هم همینطور. و اصلا مهمتر از همه اینها اینه که مجتهد فتوا میده، حتی نه مجتهد، امام صادق و امام محمد حنفی و امام فلان و امام بهمان، شافعی و اینها، حنبلی و اینها، همه اینها ممکنه که هم واقعا درست باشن و همین که واقعا غلط باشن، درست نباشن. یه چنین تعصبی بر اینکه حتما درسته، احکامی که میگه احکامی که خدا میخواد یا حضرت محمد قصد داشته اگه بوده اونها رو میگفته، یه چنین التزامی، چنین وجوبی وجود نداره. خیلی عالیه. روز و شبتون بخیر. خدا